سلام دوستان، به جلسه ششم از کلاس صداسازی و آواز خوش اومدید. امروز میخوام یه تکنیک بهتون یاد بدم که کاملا حجم صدای شما رو پر میکنه و اگر که صدای کمجون و کم ولوم دارین با صدای کمجون و کم ولومتون خداحافظی میکنید. یه فوت کوزه‌گری هم داره که آخر ویدیو میگم، حتما تا انتها با ما همراه باشید. همونجوری که توی جلسه سوم گفتم، حجم و ولوم و رزونانس صدای ما، پختگی صدای ما مربوط میشه به یک قسمتی به نام فارنجیل. اگر نمیدونی فارنجیل چیه، حتما این جلسه رو ببین. این جلسه رو من قبلا در مورد فارنجیل خیلی صحبت کردم، حتی تمرین حجم صدا توش دادم و حتما توی کپشن هم لینکش رو براتون مینویسم که راحت بتونین پیداش کنین. من با مثال براتون میخونم. مثلا توی این تیکه میخوام از فارنجیلم استفاده کنم. گوش بدید. خوابم یا بیدارم، تو با منی با من. خب حالا اگر از فارنجیلم استفاده نکنم چجوری میشه؟ گوش بدید. خوابم یا بیدارم، تو با منی با من. تفاوتش رو متوجه شدین تا چه حده؟ اون پختگی و حجم صدا رو در نظر بگیرید، مقایسه کنید با حجمی که صدای دوم داشت. خب بریم سراغ تمرین فوق‌العاده‌مون. تمرین پر و پرا. پرا. ببینید فرم درست تلفظش تقریبا شبیه لهجه اسپانیولی میشه. خب پرا. یه تشدیدی روی ر داریم و از پ سری رد میشیم. پرا. خب اینو خوب یاد گرفتین. بریم روی الگو انجامش بدین. قبل از اینکه انجامش بدین حواستون باشه تمرین باید جوری باشه که شما زنگ صداتون رو توی سر و صورت احساس کنید. یعنی یک طنینی از صدای شما توی فضا باید پخش بشه. پره پرا 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 پره پرا 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 pre 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 pra 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 pre 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 pra 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 pra. ببینید تا نوتای حتی بمم میتونه حجم صدا رو خوب برای ما حفظ کنه. اگه این تمرین رو روزانه انجام بدید خودتون به مرور زمان متوجه میشید که چقدر صدای شما حجم بهتری گرفته و دارای پختگی شده. خب بریم سراغ فوت کوزه‌گری. فوت کوزه‌گری اینه که شما میتونین روی هر آهنگی، روی هر ملودی این تمرین رو انجام بدین. یعنی مثلا اگر که دیدین یه جای از یه آهنگی داره صداتون کم حجم میشه، کم جون میشه، سریع بیاین با این تمرین حجمشو درست کنید. مثلا آهنگ خواب یا بیدار، همون تیکه اولش رو من براتون انجام میدم که خوب متوجه بشید. پره 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 پره. بعضیا تو نوتای اوج مشکل حجم به هم میزنن. توی اوجش هم میتونیم این کار انجام بدیم. مثلا توی اوجش پره 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 پره. متوجه شدی؟ انجامش بدید، نتیجهشو میبینید. تا جلسه آینده، خدا نگهدار.